این چی است خانم علیا؟ میدونید استاد، پول مکتب رو پسری من ندزدیده است. اگر او میدزدید از چشمونش میفهمیدم، چون که من مادر هستم. باور کنید همه او رو گناهگار میکنن. پول رو رفیق ثروت دزدید، از همین سبب خودمون رو گناهگار میحسابیم. خواهش میکنم این رو قبول کنید. التماس. خانم علیا، این کاری کردهاتون هم چه یک مادر، باور کنید شما رو تبریک میکنم. همین خیل نیم اگر معلم؟ بله همین خیل. ما خطا کردیم که به شما زود زنگ نزدیم، ببخشید. از شعبه پلیس خبر دادند پول را دوستی ثروت دزدیده است. ثروت هم برای او را داشتن از پسش دویده است. پولها را از دست پدر دوستی ثروت یافتند. ببخشید این زر و زیورتان را گیرید. بلازد دست درد رو نگیرد گلین. با اشتریتون پدرجو. صدقه تخم پختن راز کلین یا دیر فهمیدی؟ میخیر این همه اصراف نشود در اینجا. پدرجون چی شد گلین؟ چی میخوایی؟ شرم نکن گپ زن. پدرجون وای وصیت‌نامه بود کن. چی شد؟ نوشتید؟ وای نمی نویسم. برای چی؟ چون که مردن را به یادم میارد. این موضوع محکم شد گلین. غیر از این من صحت سلامت هستم و مانند یک تربه هستم. با 100 سال دیگر عمر میبینم. چی شد پدرجون؟ به فکرم زیاد خوردم. دلم زد. من تو رو میجوستم. سعیده گوش کن. گپ‌های مادرم رو مادرت همش رو گفتند. لیکن تو با اون کس باور کردی؟ البته باور کردم. خالای هوریه با مثل مادر من نیستن. مادرت رو از در بیرون کردی. گفته از تو رنجیده بودم. لیکن مادرت گفتن که تو رو من کردن خواستی. اما خالای هوریه نخواستن. همین خیلی گفتن؟ مادرم همین خیلی گفتن؟ بله. کمی پیش در نزدشون بودم. همراه هم آوردنی بودم نه اومدند. در اینجا راحتم گفتم. لیکن هورون چیزی که نگویند ما نباید چشمانمان رو پوشیم. اگر او رو از اونجا براری تو رو میبخشم. مالش سیده تو غم نخور. چیزی که گویی میکنم. پدر مادرم در کجاست؟ و بیرون برآمدن. چی شد پدر؟ پدر جون چی شد؟ پدر؟ وای پدر جونم. پدر جون چی شد به شما پدر جون؟ پدر میرم. نه این طور نگوید پدر جون. خودش ما رو به مرخونه میبرید. همش کاری تو جا میبریم. بیاکلی نکن سلام. بیا او رو برداریم. هاشیم سلام با پدر چی شد؟ نمیدونم مادر جون. هاشیم یک طرفیست. ما او رو همراهی کنم و دکتر میبریم. خیزید پدر جون. خیز باشیم. خیزید رفتید پدر جون. شد تمام پدر جون. سلام رو باید با دکتر بریم. میشیم تو در خونه ما. تمام شد. خانم خود را به دست گیرید. التماس اگر این خیل دوام دهید میتوانید شک شوید. کمی راحت کنید. فکر زیاد کردن در این سن سال خیلی مشکل است. التماس آرام شوید. البته صحت میشوید. تشکر زیاد دکتر. özüm دارو گذراندم. او را آرام میکند. داروهای دادم را در وقتش استفاده کنید. تشکر آقای دکتر.
تشکر. انا یافتم. رقمی تلفنی سعیده رو یافتم. حاضر برو زنگ بزنم که اوید. زنگ نزن. من کردون نشم. تیلابری کلید داری و تا حال اینجا هستی. زنگ نزن. نگوی. الو سعیده دخترم؟ من دوگانه خالای حوریتت ملیکه. майла шумо да истодам холай малика ҳозир меоям. ҳорун зудтар аҳволи модарат бад шудааст. ман ба он ҷо меравам. зудтар биё. саида апаҷон бахшиш саросима ҳастам. ба назди холаи ҳурия меравам. бахшиш саида алло ба холаи ҳурия чизе шудааст? ман ҳам ба ҳорун занг мезанам, ҷавоб намедиҳад. чӣ воқеа шуда истодааст? агар хоҳӣ рафта мефаҳмем. майла шумар меравем. салом додарам. ту баромаданӣ? бале, баромада истодам. ман падарамро пурсиданӣ будам. меояд гуфта будӣ? иншоалло, ман ҳам интизорам. додарам, мо бародарон ҳастем. биё нишаста мисли акаву додар гап занем. با همکم چی شد؟ بعد از خورو خوردن نفسش گرفت. خیلی احوالش بد شد. میبریم احتیاط کنید. زودتر این مطلب طور حل شد. و دیگر کن از ترس مردن وصیت‌نامه را می‌نویسد. همه میراثش را به نام فکرت می‌گذراند. این مراتب موفق شدیم. بسیار سرازی نباشم. کرینی خوب بودنت را نشان دهیم. به زودی کارها خوب می‌شوند. فکرت ارزوی از جای خستن را دارد بیچاره. لیکن در خوب باشد. برای مادر بستر باشد بهتر. اگر یک عمر معیوب ماند این خانه از آن من می‌شود. غم نخور. چنان میکنم که دیگر هیچ گاه راه گشته نمیتواند. دیگر روشن بیه کن. و من باور کردم. سنم خریب که میفهمید. بعد او هم باور کرد. و فکرت بی عقل نفرت دارم. زودتر از او خلاص شدن میخواهم. هر وقتی او رو بینم دلم به حضور میشود. میراث را فکر کن. راست. میراث را فکر میکنم. چیکار کنیم؟ روی فکرت تروش است. لیکن روی پول شیرین. باز کمی صبر کن. تا باز نیم. هاشیم چیکاری کرده بود هاشیم؟ الو اکای فکرت؟ سنم زودتر به خونه بیا. چی شده؟ خیلی مهم است. خدایا من چیکار کردم؟ چی خیلی من نفهمیدم. چی وقتی شده؟ زودتر به خونه بیا. فهمیدم حاضر میویم. مادر؟
من به خونه میروم. اکای فکرت مرا جیغ میزند. برای چی جیغ میزند دخترم؟ چی شده است؟ بعد میگویم مادر جان. مرحمت خانم سروما. تشکر. چی شد به من؟ اوه شیم از برای خوردن 2 مراتب از این خل میشه بیا. شکر خدا سکته دل رو پس سر کردید. نتیجه تشخیص رو انتظاریم امکی هاشیم. چیزی خورده اتان رو معین میکنیم چون که همون چیز به دلتون ضرر داده است. هیچ گپ نه، همش رو میفهمیم. متخصصان بهترین رو جلب میکنیم. ضرر دیده است. قلب من نازک شده است. Biz Solagi istikloliyati Cumhuri Tojikiston mübarek dostoni aziz. Bu şuma ro dar koki borbat intizar. جانکم bu bin ve tu çi ovardam. این درو رو هم بخور. بخور فکرت. چرا این خل نگاه میکنی؟ گویا با تو زر میداده باشم. میخوام زودتر راه گردی. با خدا مثل گودک هستی. دارو رو گیر. تو رو خیلی دوست میدارم. خیلی خوشبختم که در پهلوی تو هستم. گل رو باز چی کار کردی؟ طبقچه رو شکستی. خدایا من از خانه‌ام فرشته رو پیش کرده شیطان رو جا کردم. علیا من چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ من گریه نکنم که گریه کند. من چقدر بدبخت هستم. حلیمه چی گفت شد؟ گفت زن آخر بازی شود حمزه. دخترهایم مرا دوست نمیدارند. به همه چیز مرا گناهکار میکنند. حوریه رو از من زیادتر دوست میدارند. نمیدانم در او چی افتد. اون چیزی که در تو نمیبینن در او میبینن. خدایا ویشی داشته است که من ندارم. حلیمه تمام او خیلی زن مهربان است. نه تو همون رو محافظت میکنی. حلیمه مان این گریه های دروغت را بس کن. تو را آگاه میکنم دیگر با دخترانم کاردار نمیشوی. فهمیدی؟ دی کاردار نمیشوی. هم هارون و هم حوریه را به حالشان گذار. کمی شرم دار. زنی کلان شدی و حالا هم مثل کودک رفتار میکنی. مرحمت با این طرف. تشکر. بیا دخترم. خاله حوریه چی شد به شما؟ خاله جون بیا دخترم بیا کمی گپ زنیم. بیا دکتر گفتن که میتواند شق شود. خدا نشان ندهد. گوش کن دخترم. خاله حوریتت به تو دروغ گفت. به اینجا با خاص خود نامده است. تو سیق نشوی و از پسرت جدا نشوی گفته به تو دروغ گفت. پسرش به اینجا اومده به چنان داد زد که اگر میدیدی. من خودم آمدم خودم. این خیل نگوی ملیکا.
خاله هوریه این خیلی نگوی. من خودم آمدم. خودم پسرم گناه ندارد. خاله جان هارونم گناه ندارد. پسری من یک دو است. مرا هیچگاه نمی رنجاند. او خیلی زاری کرد که اینجا نهایم، لیکن من او را گوش نکردم. پسرم هارونم گناه ندارد. دخترم او بیگناه است. سیده حیفی تو برای ایمان شده و رو نرنجان دخترم. شد هوریا آرام شو. احوال پدرم چه است؟ خوب است؟ سانم با خدا من با پدرت هیچ چیز نگفتم. پدرت رو میدونی. ولی به آخر چیکار کردم؟ من کی رو بزنی گرفتم، نفهمیدم شیطان رو به خانه راه دادم. به این هم من از اول شبه داشتم. من با هیچ باوری نداشتم. من چخیل باور کردم او خانم رو ویران کرد. گریه نکنید اکا، معلوم نکنید. میشنوم گوش کنید چیکار میکنیم. او با ما بازی کرد، ما هم با او بازی میکنیم. از همه مهمش این است که کی این ظلم روان کرده است؟ او کیست؟ باید او رو یابیم. برای همین آروم شوید. همش رو عمیق میکنیم. فهمیدید؟ خدایا من چیکار کردم؟ اگر شودی خیل نکنید. التماس باید به قوت باشید. غم نخورید. جزایش رو میدیم. فرزندانم برای او شده فرزندانم رو پیش کردم. خانم رو سوزاندم. نرگیز ثروت. فهمیدم. گلرو نرگیز اکای تو پول مکتب رو دوزدی. اینا دوزدید اکا دوزدن. این دروغ است اکای من دوز نه. مدیر گفتم که دیگر کس دوزدیده است. دوزدید این را همه میدانن. اکای من دوز نه. حالا تو من رو میزنی. حالا تو من با تو نشان میدم. آنا حالا باز تو من رو میزنی. آنا با تو آنا با تو من رو میزنی. تو کی رو میزنی؟ کنی باز کنید. این کارتون عیب است. ثروت باز کن. معلم اونها اکام رو دوست میگویم. اکای من دوست نیست میتونه. بچه ها شرم دارید. این رفتارتون خوب نیست. یک چیز رو ندانسته گناهکار نکنید. پولها رو ثروت ندزدیده است. فهمیدید؟ برعکس ثروت دزد رو داشتن خواست. بچه ها اگر شما حقیقت رو ندانید زود حکم نبرارید. نام این رو تهمت میگویم. با این رفتارتون هم او رو میرنجانید هم خودتون رو شرمنده میکنید. ببخش نرگیز. اکا جان مایلش بیایید من هم میرم. از نزد خانه شما میگذرم. همراه میرویم. خوب است اکای حمزه خوب. کمی ترسان رو لیکن اگر کمی خوردنش رو دقت میکرد. مایلش من میگویم. مایلش خیر اکای حمزه. اکای حمزه زنگ زد. احوالات رو میپرسد. سلامت باشند. سلام هاشم عمر. سلام. چه حال داری؟ خوب هستید؟ خوبم. البته خوب میشوید. شما حالا عمری دراز میبینید عمر جان. نترسید. شما دیواری کهنه هستید. باز آدم چپه نمیشوید. شما زودتر خیزید عمر جان. و شما خواب نمیزیبد. زودتر خیزید که کارها خیلی زیادند. کارهای باشیم. آهسته. بله عمر. فکر کردم یکدیگر رو خیلی خوب میفهمیم. کارهای خوب میکنیم.
میدانید چی میخوام امک جان؟ اول در این محله یک فابریکه میکشایم. فکری پول را نکنید امک جان. تیمور بیشترم چقدر خوب گپ میزنی، در باره پول گپ میزنی. حاضر من به هم نگاه کن. آهسته آهوشی شخ شده است. آهوشی ما عقلت همه وقت در پول است. او کمکت سلامتیت را فکر کن. آی پول ماست. پول گفته جان ندهد. سلام. خدا شفا دهد. رویا به خود آمد. راست احوال پدرم خوب است. تنها دلشان زده است. به فکرم از زهر داده او. همش انیق میشد. فکر نکنید. حاضر هیچ چیز رو معلوم نمی کنیم. گلرو در کجا باشد؟ گپ‌های زده‌مان رو شنیده است. خدایا فکر کردی از دستی من میگریزی شیر؟ رویا من همین جایم. رویا تو رو خیلی انتظار بودم. رویا از کودکیم گلها را بوی میکشیدم. تو رو خیال میکردم. همه وقت انتظار تو بودم. یک روز میایی گفتم. آمدی و همه دنیا از من شد. تو آمدی و مرا خوشبخت کردی. رویا التماس مرا ترک نکن. تو رو از دست دادن نمیخوام. التماس. اوباش درشم از اینجا. دخترم را به حالش گذار. درشم از اینجا. درشم. این احوال رو بینید. یک عائله کلان قریب که همه‌شان در بیمارخانه. خدایا تو به همه شفا ده. مادر جان شب شد. کودک‌ها کلید ندارن، در بیرون نمونن. زود رویم. از غمی بسیار فراموش کردم. بیا زودتر رویم. الو اشیل با من گوش کن. فهمیدم تیمور، فهمیدند. همش رو میدونند. تو در کجایی؟ حاضر در کجایی میگویم؟ خاموش کرد. میگریزد. به فکرم میگریزد. ایستا اشیل، از دست من گریختن نمیتوانی. چی گفتم؟ فهمید است. حتما باز پسم میشود. در کجا میرویم؟ مادر جان در کجا میرویم؟ میرویم دخترم. از این محل دور میرویم. دم گل رو زودتر دم. هیچ کجا نمیگریزی. هنوز بازی تمام نشده است و پرده های تئاتر پوشیده نشدند. تو را میکشم تو را.
علیا سلام تشکر استاد. وای من همراه از مکتب برآمدیم، کلید نداشتن، در بیرون ماندن، بازی کرده ایستاده. کمی دیگر بازی کنیم؟ ما بازی میکنیم. بچه ها معلم جان علیا مرا ببخش علیا شما رو خیلی دوست می‌دارم. من هم اونها رو دوست می‌دارم. استاد اگر خواهید در آمده یک چای می نوشیدید. تشکر. من هم مکنون دیر شد. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر معلم. شب بخیر معلم. جوزف دونالتون حاضر. شب بخیر. چی شد مادر جان؟ هیچ چیز نی. بیا به خانه رویم. تو چرا این کار رو کردی؟ مادرت رو به این احوال آوردی. کاش همه این رو نمیدیدم. خدایا خیلی سنگ دل بودی هارون. من هیچگاه طرف دیگری روی تو رو ندیده بودم. برای خودمون کردم، برای عشقمون. تو این رو عشق میگویی؟ این شرمندگی است هارون، شرمندگی. اگر امروز به مادرت چنین کرده باشی پگاه با من چی کار میکنی؟ این عشق نیست. کسی عاشق مادرش رو به خانه پیران سالان نمیبرد. در جایی که حرمت پدر و مادر نباشد در آنجا عشق پاک هم نمیشود. تو این رو میفهمی هارون؟ نامزدی انگشتری نمیشود.
ягон чиз намешавад, ягон чи. ва ман бо одаме ки модарашро ҳурмат намекунад хонадор намешавам. кошки модари ман мисли модари ту меҳрубон мебуданд. кошки سرده چیکار میکنی؟ سرده با تو میگم سرده تو دیوانه شدی مگر سرده با تو میگویم نابکار تو چیکار کردنی؟ تو چه کار کردنی؟ نابکار فهمیدم زودتر دختر گذر با کجا میگریزدن؟ با کجا؟ تیمور همه چیز رو فهمیدن سنم از پسم میآید از دستشون با یک عذاب خلاص من با تو چی گفتم؟ گفته بودم که یگان خطای کنی دخترت را میکشم نگفته بودم ها؟ نگفته بودم؟ نه التماس این کارو نکن کار را با آخر نرسانده به هیچ کجا نمیروی مرا فهمیدی؟ وگرنه دخترت را میکشم میشه ماشین سوار شو زودتر سوار شو شین سوار شو زودتر بیاخری نکن سرده روزی نبود سرده میگویم اینو باید زنی من شود سرده دیگر کس نمیگم نه برادر سرده بگم بایزانی من است بایزانی من است گفت فرما دستوری نمیشم میرکوشم تو باید این رو قبول کنی التماس کنم من آرام شوید خیزه آرام شوید خانم خیزه با کمک کنید اویستان خوب هستید خانم زینب شد آرام شوید خوب هستید خوبم پسرم خوبم
اسماعیل این تویی؟ سنم برای بخشش پرسیدن آمدم. مرا ببخش که تو را گذاشته رفتم. خطا کردم. خیلی پشیمانم سنم. التماس مرا ببخش. کایها باز آمدنی بودم لیکن از شرم جسارت نکردم. بعد وجدانم مرا خیلی عذاب داد. طاقت کردن نتوانستم. سنم التماس به من یک امکانیت ده. التماس. سنم ایست. التماس گوش کن. رو از اینجا. چشمم تو رو نبیند. رو نمیفهمی. زخمای پیشینم رو خونشور نکن. مرا ببخش سنم. التماس مرا ببخش. خیلی پشیمانم. مادر جون مادر بیایید به خونمون میرویم. خیزید تیار شوید. خیزید مادر جون. پسرم نمیروم. چرا شما اتروی میکنید؟ من میدونم تو برای چی مرا بردن میخواهی. برای سیده رو از دست ندادنت. همین طور نه؟ نمیروم پسرم. اگر برای مادرت بودنم مرا بردن خواهی نمیروم پسرم. نمیروم. بهترش در اینجا بمونم. به زندگی شما خلال نمیرسونم. و دختری بیچاره رو هم فریب نمیدهیم. نه میروید مادر. خیزید مادر جون. خیزید میروید. سرده آرون. سرده مرا. خیزید میروید. خیزید راحت شو. کاردون رو نشوید. از اینجا. شما با من کاردون نشوید. رو از اینجا. رو سردید مرا. آرام شوید. آرام شوید. سعیده با تلفن جواب ده. التماس جواب ده. سعیده جواب ده گفتم. سعیده دیوانه میکنی. ای آدم تو چی از جانت سر شدی ها؟ خدا نشه فهمیدی؟ چو میکشم لعنتی. میکشم کمی برا گفتم لعنتی. میکشم تو رو ایستا. سعیده مرا دیوانه نکن. جواب ده. سعیده مرا دیوانه نکن. من دیگر زن نزن. خدایا حمزه نیست شب در خانه هاشم چی کار میکنیم؟ پگاه میرفتیم. روگرد رفته. تو فکری همه رو کرده نه فکری دخترت رو میکردی بهتر بود. من نزد هوریا میروم گفته هنوز برنگشته است. میآید حلیمه. عقل دخترهایت مانند عقل تو نیست. روگرد زودتر. خدای توبه راه گشته ایستادم. بس تکنو بس. اوهیستم مایلش من خوبم. سردید مرا. خوشی ما از برای شکم از سوده قریب نموردی ها؟ در اینجا شنیدمک. اوهیستم شما باید کمی دم گیرید. دیگر تخم نمیخورم. توبه کردم که دیگر تخم خورم. سنم فکرت چی شد با تو پسرم؟ خوب هستی پسرم؟ چی شد با تو پسرم؟ فکرت پسرم؟ اومد سرما
فکرت افتاده ایشیل بیا خیز خیز آیسته ایشیل در کجا باشد گل رو هم نمیبینم ایشیل یک شیطان بوده است شیطان تو چی ها میگوی پسرم پدرم رو ایشیل زهر داده است مقصدی به من با شوهر برآمدنش تنها میراثی پدرم بوده است چه؟ آرام شوید زن را پیدا کنید کجا رفته باشد گریز مادر سنم از پسش را میراثی مرا میخواست سود هاشی یا بدم شیطان را میراثی مرا میخواست از زیر زمین باشد او را پیدا کنید گلهای مرا کشتن میخواست است میراثی مرا میخواست است چه شد دختران؟ برای چی داد میزنند؟ دروید پدر اگر سببش رو فهمید حیران میشوید دروید درو مرحمت خدایا چی واقعی شد هاشم مرا کشتن میخواست زکایم زد اون کشت و مرا زهر دادنی بوده است بعد دستم افتاد من خودم او را میکشم با من نرسید سنم از پسی ایچی رفته است او این کار را تنها کرده نمیتواند کسی او را به این کار مجبور کرده است اکا در بغلمان مال جو گرفته است چشمش در میراث ما بوده است در پولهای با شما گفته بودم این زن تنها نیست یگانیتی بردارد مرا گشته کرده گل بر این کلینم را از در بیرون کرده مرا عصبی نکن صدیقه من از کجا میدانستم که این خنده شود چند بار دیدم که ایشیل با تیمور گرد میزد رفتاری عجیبش هم دقتم رو جلب کرده بود گمان میکنم که تیمور هم به این کار چه علاقه دارد تو خطا میکنی تیمور به این کار یگان علاقه ندارد و این کار رو کرده نمیتواند چون وی آدمی خوب است آروم شوید من چخیل آرام شوم اون بار منو زهر دادن کشتنی بوده است من خودم را میکشم چخیل سروسی من نشوم مکه او با شیطان میگریزد من خودم میکشم آروم شوید امکجان آمدم کپزن بیناموز کپزن التماس مرا ببخشید التماس وقتی که میگرفت داشتم همه چیز را با من نکن کپزن ягон ҷоятонро себ надидааст хавотир нашавед хонум ба шумо каме доруи таскиндиҳанда медиҳем шифо ёбед оғои духтур برای من شده جانتون رو در خطر گذاشتید دختر جانم رویا مادر جان جانی مادر خوب هستی؟ نمیزنی شاید مو با آدمی بدی کرده راکن میگویم تو نخوتون تو همش رو اخلاق من از اول از او شبه داشتم همیشه از پسش نفارت میکردم نهایت به دست افتاد اینجا میکنم خدا که خوردارم التماس میکنم اجازه دید روم مرا ببخشید نقل کن بیناماز نقل کن به همش اقراش هم میگویم دختر با خوشداری خود که از ازمیر از نقشه این بازی را کشیدن مقصدشان با فکرت خاندار شده تمام مال ملک امکت را گرفتن بوده
از همه کار خلاص شدن فکرت رو یک عمری میون موندن از آینه بیرون شدن انا این بود مقصد این مال باشیم گفتن تیمور بس کن من این کار همراه نشم اومد اگر او را کشم و برای این مال کم است بفهمی ما جزا داده نمیتوانیم گناه داشته باشد در نزد قانون جواب میده این کار رو ما نباید این جنایت است این گپ ها رمان و بی رحم و ظالم رحم نباید کرد فهمیدی ظالم شرف و نقوص ندارد این پلید را باید خود جزا دهی و دیگران عبرت شود تیمور راست میگوید این زن شیطان را آروم شوید احمد احمد جان احمد جان آروم شوید برای سوال شدن را میکشم تمام میکشم باشیم چند مرا دیبا با تو گفته بودم ما دقت کن احمد برای چی خودتان را احتیاط نمیکنید نو از بیمارخانه برآمدید تیمور پسر گفتم بیچاره بار کلا نشان جزای او را باید خود معین کند ما نه جزای او امکی حمزه او رو با پلیس میسپرید از روی قانون جزا میگیرد جواب تشخیص های امکی هاشم دلیل است ما هم همون باشیم شاهد و فکرم همین قدر کفایه است که او را جزا دهم عمر راست میگه او رو با پلیس سپردن روزی من خودم این گشتم رو نصف میکنم شد سنم آروم شو سنم بس آروم عمر راست میگه نفهمیدم این مار امک هاشم را کشتن میخواست و شما با این چشم میپوشید یعنی او رو میبخشید همین طور او مرا کشتن خواست با تو گفتن میخوام سعیده رو از اینجا هارون تو رو دیگر دیدن نمیخواهم رو از اینجا گیر این انگشتری گیر التماس گیر گفتم من قرارم را دادم رو از اینجا رو تو رو دیدن نمیخواهم با من گم نمیزنی؟ گم میزنی نباشد این محله را با پای میخزانم چی کاره که نکردم برای تو کردم مادرم را از خانه پیش کردم دکان رو فروختم همه این برای تو بود سعیده برای تو ببخش هارون در نزد من گریه نکن رفت در نزد مادرت گریه کن رو از او بخشش پرس رفته برای من آن هارونه رو بیار که از جانم زیادتر دوستش می داشتم و راضی بودم که همراهش به اون کنج دنیا روم سعیده 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 شد جان التماس میکنم آرام شوید آرام شوید آرام همه بس کنید ما گناهکار بودن او را میدانیم لیکن این کافی نیست او را جزا دادن کار ما نیست نه این کاری من است کاری من فکرت چیکار میکنید او را به این خانه من آوردم شما گفتید لیکن من با او باور کردم
اگر جزا دادن لازم باشد من او را جزا میدهم. من شیطان را من به اینجا راه دادم. لعنت به من، لعنت. او را من نیست میکنم. من او را آوردم. نه فکرت. من او را نیست میکنم. آقا جان به خود ببین. فکرت بس کن، عقلت را کار فرما. بی عقلی نکن فکرت. پسرم فکرت. رو نگاه داره. شد فکرت. شد آرام شد. میکشم داشتم از این کارا. اگر نکنم میکشم. مادر جون اینم از ترسان. مادرم رو با سیلوم ترسان. بله ترسان دارم. اگر من میگویم برای او رو به اینجا آوردن من دیگر چاره نداشتم. دختر جانم اگر با من رحم نکنید با او رحم کنید. اگر مرا حفظ کنند التماس رو تنها نگذارید. فکر میکنی با این چشمان مارمانندت ما رو فره میدیم؟ راهگر صبر تیمور یک طرف گذر. آخر در نزدیک کودکش نباید این خیل رفتار کنی. مایل شود من شما میگذارم به قرار دادتان اطاعت میکنم چون که ما اولاد عدلی هستیم. باوری دارم که قراری میبرآوردهتان آبرو و شرفمان را پس نمیکنم. اما جون التماس مادرم رو نزنید. علیه از تو یک چیز پرسم. همون معلم انسانی خوب برین همین طور نی؟ من از کجا دونم؟ کودکان رو هم خیلی دوست داشته است. ثروت و نرگس هم او را دوست می‌دارند. البته معلمشون از دوست می‌دارند. آنها او را نه تنها مثل معلم دوست می‌دارند. پای نبردی مگر؟ نمیدونم. به من هم معقول شد. به تو چی معقول نیست؟ شما با هم مناسبی. شیر مونده بودم رفته خبر گیرم. biz solagil istikloliyati cumhuri Tojikistan muborak doston aziz mu shuma ro dar koki borbat intizar. مایلش مونید رود حوالش بخون از فکر دور شود شد. نمیشود ینگه صدیقه او گناهکار است و باید موافق قانون جزا بدهد. چرا ما باید به همه این چشم پوشیده او را رها کنیم؟ آخر او جنایت صادر کرد. بله ینگه جان او را باید به پلیس سپردیم. خدای توبه به شما چی شد؟ زنی بیچاره را از کودکش جدا میکنید. سردی هدرمت مگر شما دل ندارید؟ رحم ندارید؟ خدای توبه کردم. خوب مایلش بر آمده رفت از اینجا. اگر باز یک بار دیگر در اینجا پیدا شد از خودت گله کن. فهمیدی؟ ما به تو نییم
با این کودک رحم کردی. خودی پگاه از فکرت جدا میشوی. فهمیدی کشدم؟ تشکر. زود جدا میشوم. درشان! درشان از اینجا! آرام شوید شاد. آرام شوید. خوبی کرده جواب دادید، لیکن نباید به او باور میکردید. اگر جدا نشده گریزد چی؟ من او را با جگوار آگاه میکنم. درشام! نمیدونم دخترم. راه کرد زودتر. اولاد عددی ها، من مرام و شیوه شما را میدانم. این کار هم تمام. شما هر قدر خوب باشید، من همون قدر بدی ها خواهم کرد. من همه وقت میگفتم هیچ کس به من باور نمیکرد. تیمور جوانی با تربیه است. به این محله این خیل جوان ناآمده بود. جوانی خوب با عقل، دهان دارد و زبان نه. سرما دختری به عقل من. حلیمه چی راست نه مگر؟ کاری کرده تیمور رو دیدی؟ صدیقه را از بلا خلاص کرد. چی نگاه کرده ایستادی؟ دیر میکنیم، راه گرد. استغفرالله. توبه. خدایا هارون در اینجا چی کار میکنن؟ هارون؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ بیا هارون به خانه درو. و نزد سعیده آمدی. میدونید سعیده نامزدی رو ویران کرد. من یکم گناه ندارم. مرا گوش نمیکنه. انگشتر دو برگردون. من با او گپ زدن میکنم. ما این مسئله رو در خانه حل میکنیم. مایلش. سعیده مادر جان، التماس به من کمک کنید. من به سعیده زندگی کرده نمیتونم. با خدا پسرم چی خیلی کمک کنم نمیدونم. التماس مادر جان. خدایا هارون، آخر من مادری تو نیستم. مادری تو در خانه پیران سالان انا باید به تو کمک کند. با مسئولیت شما کار کردم، لیکن سعیده از من جدا شد. جدا شده باشد من چیکار کنم؟ صاحبی بکردی؟ عقل نداری مگر؟ توبه. مادر جان، مادر جان. سعیده چی شد دخترم؟ درست است که انگشترین داماد را برگرداندی؟ خدایا و دختری من چی شده باشد؟ تو رو خیلی رنجونید. میدانستم که هارون همین خیل میکند. خیریت که پیش از توی او را فهمیدی. آفرین، کاری خوب کردی که از او جدا شدی. سردهد مرا، سردهد. به همه شما گناهگارید. شما او را از راه برآوردید. سعیده؟ اکنون گناهگار من شدم. همه گناه را به سر من بار کنید. من در این خانه مادرم یا گوساله شد. اکنون شد. برای چی هیچ کس مرا دوست نمیدارد؟ برای چی؟ چقدر من بدبخت بودم. خدایا. زودتر راه کرد دخترم.
هماشین شنید گفتم نمیشینی مادر جون. بود شما رو میزند. بیا دخترم، دیگر نمیزند. آفرین به تو، نقشت را خوب بازی کردی، ارتیستی خوب هم بوده ای. اگر در آینده یگان فیلم برداریم به تو پیشنهاد بازی کردن را میکنم، درآمد خوب هم میگیری. مرا مسخره میکنی؟ مان این گپای بیهوده رو؟ هر چی گفتم اجرا میکنی، از فکرت جدا میشوی، بعد تو را رها میکنم. وعده میدی؟ وعده میدیم. حاضر تو را به خانه اپای جمیله میبرم، تو روزی صبح در آنجا میستی، باز به بیرون نبرایی. من به شما همه چیزهای لازمی رو میارم، فهمیدی؟ مایلش. پولم چی؟ اینقدر پول را دوست میداری؟ مایلش پول خواست را میدیم، فهمیدی؟ فهمیدم. دیگر علاج ندارم. باز یگان نامخولی نکنی. اکنون تنها برای اولادم کار میکنم، چه که نباشد من هم یک عدلیگی هستم. با اولادم همینقدر کار بسیار دارم که تا قصدم را نگیرم از اینجا نمیروم. بچه ها زودتر باشید، با مکتب دیر میکنیم. مایلش مادر جان، من تیارم. من هم تیارم مادر این جان. خیلی باشه زودتر رفتیم. علیا، بچه ها نهاری کردن، تو هم یکون چیز میخوردی؟ گرسنه نیستم مادر جان. امروز رویا و یعقوب رو جراحی میکنن، فراموش نکردی؟ بچه ها رو با مکتب برده زود بر میگردم مادر جان. فکرتی بی عقل. با زنگ میزند. جواب دیهم. الو، فکرت پسرم گپ زدن نمیخواد. چی؟ فهمیدم. چی گویم پسرم؟ چی گویم نمیدونم. کی بودنی ایشیل معلوم شده است، با امتی هوشیمت زهر داده است، فهمیده او را از خانه پیش کردن. حق یک کس را خورده می شود مگر دخترم؟ با فکرت گپ زدن می خواهی؟ من برای دیگر کار ندارم مادر جان. پسرم به علی اینقدر زنگ نزن، جواب نمیدهد. میدونی چرا جواب نمیدهد؟ و برای چی جواب دهد؟ پسرم به تو گفته بودم که پشیمان میشوی، سخت پشیمان میشوی. گناهم رو میشویم مادر جان، در نزدش بزانو میفتم، بخشیش میپرسم مادر جان. نمیشود پسرم، تو از جدا شدی، میفهمی؟ اکنون یگان کار کرده نمیتوانی، بیهوده میدوی. اکنون باید این رو قبول کنی. بیا پسرم، بیا. آیسته انا همینجا. کلینم علیا. نبیره های شیرینم رو یاد کردم. من هم مجبورم که قبول کنم. آبی ریخته رو برداشته نمی شود. پسرم به همش خودت گناه داری، خودت پسرم. نه مادر، نه مادر جان. مادر جان، اکا جان، تو سر خوبم نبود. فکر میکنم که چیزی دیروز بود این یک بازی بود. ما کار خوب نکردیم که اون رو رها کردیم. باید به پلیس میسپردیم. حس میکنم که
بین تیمور و ایشیل چی علاقه هست؟ قوری شده شد دخترم. از سرمون دور کردیم. باقی حوالاش به خدا. صدقه با من یک شربو پس. هنوز نهاری نکردم. مایلش هوشی میپزم. لیکن به ویتامین و به ضرر. مرا چی؟ کلینی دوست داشتت گمان کردی ها هاشم هم؟ خیلی که میگوید صدقه کسی که دهانش از شیر سوزد جرمات رو پوف کرده میخورد. خداحافظ مادر جون. من به مکتب میرم. خداحافظ دختر شیرم. خداحافظ. رو بر. سنم التماس مرا گوش کن. اسماعیل التماس یک طرف است. مرا راحت گذار اکنون. تو باید مرا گوش کنی. نه تو رو گوش نمیکنم. گوش کردن هم نمیخواهم. رو از اینجا. سنم گوش کن آخر. ایستا. چی میخوای از من؟ چی میخوای؟ میخوام که مرا ببخشی. التماس گوش کن. من از کاری کردم چنان پشیمانم که تو با من رفتاری خوب کردی لیکن من خطا کردم. بیا خانه‌دار شویم. کارهای با من کردت رو فراموش کردی؟ تو چی از حادثه‌ای که به سرم آمد خبر نداشتی؟ نه. تو میدونی چی کار کردی اسماعیل؟ حیاتم رو سوزوندی. کشتی مرا به چاه تله دادی. من همه این رو چی در فراموش کنم ها؟ چی در؟